سلام. جنایت علیه بشریت در تابستان 67 این واقعی است که بعد از 3 دهه همچنان مقامات نظام آخوندی از پاسخگویی به اون تفره میرن. به رغم تلاش سیستماتیک برای پنهانسازی و به فراموشی سپردن ماجرا از طرف رژیم، ولی اشتیاق نسل جدید برای دانستن حقیقت پایان نیافته و سوال راجع به ابعاد این قتل عام همچنان در برابر اون جنایتکاران قرار میگیره. حالا یک مسئله‌ای که در واقع به جمهوری اسلامی خیلی تهمت شدید و بزرگی زده میشه و همچنان هم ادامه داره، موضوع نفاقه، برخورد جمهوری اسلامی با نفاق هستش که اوجش در سال 67 بعد از مرصاد هست. خب شما هم در واقع در این ماجرا حضور داشتید، حالا خودتون توضیح بدید که به چه نحوی بوده. این شبهه رو در واقع کمتر به نظرم پاسخ داده شده که اصل ماجرا چی بوده، چه اتفاقی افتاده. پور محمدی که میدونه دیگه حضورش در هیئت مرگ قتل عام 67 رو نمیتونه کتمان کنه و حتی این مجری بسیجی هم روش انگشت میذاره، این بار هم به جای پاسخ به سوال شاکی میشه که چرا اصلا این سوال هنوز پرسیده میشه. ما اصلا در خصوص منافقین هیچ مشکلی، پیچیدگی، هیچ ابهامی نداریم. الان وقت جنگیدنه، وقت حرف زدن نیست. این موضوع مهم ماست. الان وقت به حساب رسیدنه، وقت اینا رو زمین گیر کردن، وقت اینکه دنیای جنایتکار طرفدار تروریستی که پشتیبانی میکنه اونا رو زمین گیر کردن، اون رو سر جاشون نشوندنه. وقت ایناست. وقت جواب نمیدم حقوقی و آقا اونجا تو دادگاه اون قاضی خوب عمل کرد، اون قاضی بد عمل کرد، نمیدونم پرونده خوب بسته شد. خب بله این قوه قضاییه شاید خیلی ضعف داشته باشه، یه جا اشتباه کرده باشه. خب حالا مگه ما بنا دفاع از اشتباهات بکنیم؟ ولی بحث اشتباه نیست. اصلا این موضوع انحرافی، کسی روی این موضوع بخواد کار کنه. و حالا ما متاسفانه به خاطر فضای روانی و یا جهالت یه عده و حماقت یه عده متاسفانه حالا مثلا بدهکاریم، پاسخ باید بدیم. ما باید پاسخ بدیم. پس کی پاسخ بده؟ اون روز که نشسته بودی توی هیئت مرگ تون امضا میزدی باید این فکر رو میکردی، نه الان. اتفاقا سوال امروز جامعه اینه که پاسخ نظام در مورد قتل عام 67 چیه؟ بالاخره میخواد این لکه سیاه رو بپوشونه یا اینکه ازش دفاع میکنه؟ خب من از حرکت امام دفاع کردم، از اون رسالتی که در قبال منافقین به عهده ما بود در ایامی که دادستان انقلاب بودم. خب من خیلی برای منافقین کیفرخواست صادر کردم و به دادگاه فرستادم، خیلیشون محکوم شدن، اعدام شدن و خیلی چیزا دیگه. خب گفتم این وظیفه دینی ماست، وظیفه ملی ما بود، وظیفه انقلابی ما بود. خب پس اگر داری دفاع میکنی پس چرا آمار نمیدی؟ چند نفر رو حکم دادی؟ چرا محل دفن اعدام شدگان رو اعلام نمیکنی؟ اما اگر محل دفن اجساد رو میپوشونید و روش رو سیمان میکنید، پس معلومه که خودتون هم میدونید که چه جنایتی مرتکب شدید. واقعیت اینه که این جنایت اونقدر رسواست که رئیسیتون توی رقابت‌های انتخاباتی توسط رقیبش به عنوان آخوند اعدام معرفی شد. اونهایی که در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودن. حالا بماند که خود روحانی هم که داره این حرف رو میزنه، خودش برای سالیان دبیر شورای امنیت ملی نظام بوده و خیلی هم از موضوع قتل و اعدام بدش نمیاد و همیشه این راه حل رو تجویز میکرده. توطئه‌گرها رو خوبه که در مراسم نماز جمعه بیارن به دار آویزان کنن تا مردم هم مشاهده کنن و تأثیرش تأثیر بیشتری باشه. ببین پس دیگه رئیسی چه دراکولایی بوده که این قاتل هفقط به اون میگه آخوند اعدام. ولی این آخوند خوناشام دقیقاً همون چیزیه که ولی فقیه میخواد، طوری که بعد از ریاست آستان قدس و کاندیداتوری ریاست جمهوری گذاشتش تو رأس قوه قضاییه که با این بیلبورد ازش استقبال شد. باید مزه شیرین عدالت را به مردم بچشانیم. این جمله خیلی حرف توش داشت، هم عدالت توش هست و هم شیرینی. فقط بی زحمت یک قهوه تلخ بیارید که این شیرینیش دلمو پکوند. خیلی ممنون. اما بشنویم از نحوه چشوندن شیرینی عدالت در سخنرانی معارفش. ما موضوع امنیت رو امروز از مهمترین مسائل برای کشور میدانیم.
یعنی کوچکترین ناامنی رو در جمهوری اسلامی ما تحمل نمی کنیم، چون امنیت، همه اقدامات ما فرع بر امنیته. اجرای عدالت فرع بر اینه که در کشور امنیت داشته باشیم. این که گفت عدالت فرعیه، پس این شیرینی قهوه ما چی شد؟ حداقل 2 تا حب قند به اون بده که بشه با این عدالت، ببخشید، با این قهوه خوردش. مرسی، خیلی ممنون. پس معلوم شد که قوه قضاییه کاری به عدالت نداره. در واقع یک نهاد امنیتی دیگه است که فقط تو فکر امنیت نظامه. رئیسی هم در این زمینه توی قطرنامه 67 چنان رکوردی از خودش باقی گذاشته که هنوز است همپارکیاش رو میارن تا یه جوری قضیه رو ماسمالی کنن. برای حفظ نظام جمهوری و نظام نوپای اسلامی هم ما بله قاطعیت نشون دادیم و باید افتخارم بکنیم. یکی از ایراداتی که با آقای رئیسی میگرفتن این بود که آقای رئیسی مثلا جز این گروهی بوده که اعدام کرده. خب آقای رئیسی رو باید جایزه داد. جایزه داد؟ جایزه برای اعدام؟ پس اگر بخواید با همین فرمون برید احتمالاً چند روز دیگه باید منتظر یه همایش تقدیر از همه جنایتکاران و قاتلان تاریخ هم باشیم که یه وقت حق هیتلر و موسولینی و پولپوت و پینوشه ضایع نشه. این قرار بود سفیدسازی کنه یا صبح چیزایی زده؟ اول آقای رئیسی که از خونه صبح بلند نشده بیاد بیرون حکم صادر بکنه علیه منافقین. مسئول کشور امام تشخیص داده، ایشونو حکم داده و یکی از مسئولین این کار قرار. بیا اینم از آقای جایزه دهنده که هنوز جایزه رو نداده پس گرفت. به نظر میرسه که هیچ موجود زنده‌ای در نظام نمیتونه این جنایت رو به گردن بگیره و همه میندازن به گردن امامشون که اونم مرده. خب ما که تا اینجا برای سوالمون راجع به قطرنامه 67 جوابی نگرفتیم. بریم سراغ باقی دایناسورها. یا به اون قضاتی که این دستور اجرا کردن ایراد میگرفتن که چرا این افراد باشون برخورد شده. حرف و شبهه این بود که اینا قبلا حکم در موردشون صادر شده بوده، وقتی حکم صادر شده دیگه دوباره نمیشه مجازاتشون کرد. حرف این بود، در حالی که اینها اشتباه میکردن. اینها برای جرائم جدیدشون رسیدگی شدن و رسیدگی انجام شد. یعنی در واقع 3 نفر قاضی، 3 نفر جلسه و هیئتی می‌داشتن، اون حرکات و فعالیت‌های اون فرد رو بررسی می‌کردن. جرائم جدید؟ اونم کجا؟ توی زندان اوین؟ یعنی زندانی که خودتون گرفته بودید، انداخته بودید سلول انفرادی، اونجا مثلا چیکار می‌خواسته بکنه؟ ولی کسی که تو نقشه عملیاتی طرح فرارش رو ریخته، فردام قرار جماران رو بگیره، امام رو بگیره بکشه و همه اطرافیان امام بکشه، صدا سیما رو بگیره و مراکز حکومتی رو بگیره، بهش نقشه عملیاتی داده شده کجا برو چجور بکن و اینا رو ما سادگی به خرج بدیم. صبر کن. پس جرم جدید توی زندان که براش حکم دادید اینا بود؟ کی از زندان رفت جماران؟ کی امام رو کشت؟ کی صدا و سیما رو گرفت؟ حالا معلوم شد که طعم شیرین عدالت چی بود. این که شما حتی توی ذهنتون به یکی اتهام بزنید که میخواد در آینده کاری بکنه، میتونی اعدامش کنی. پس با این منطق برای چی زندان درست کردی؟ چون تو همین الان بری توی خیابون هر کی رو بگیری بالاخره یه براندازم توی قیافش داد میزنه که بتونی براش حکم صادر کنی. خب حالا ببینیم که کیفیت دادگاهاشون چطور بوده. 3 نفر در هر استان مشخص شدن. منتها دادگاه ها یه مقداری سریع بود، یعنی در فرصت کمی این کار انجام شد. پس یعنی دادگاه ها خیلی استاندارد بوده، قاضی داشته، نه یکی بلکه 4 تا، بازجو داشته، متهم که بوده، ولی فقط یک اشکال کوچیک داشته که چون وقت نبوده دیگه از مخلفات اضافی مثل وکیل مدافع، هیئت منصفه، جمعیت و خبرنگار اینا دیگه صرف نظر کردن. البته خب توضیح هم نمیده که چرا وقت نبوده و چرا دادگاه ها اینقدر سریع برگزار شد. دشمن داره عملیات میکنه،
وقت انتظاره که حالا من تو وسط میدون جنگ بیام از بحث‌های حقوقی و نمیدونم مراقبت‌های حقوق شهروندی و انسانی و اینجاش اینجور شد اونجاش اینجور حرف بزنم. خب من تو خاکریزم دارم تیراندازی میکنم، جلوم حالا یه آدمی یه بار اومده برای بازدید از خط اونجا، نیرو جنگنده با من نیست، ولی خب من وظیفه‌ام بزنم، میزنمش. من دارم گلوله میندازم، این گلوله رو میندازم تو اونجا بغلش به یه روستا هم میخوره، ولی دشمن وایساده اونور. شما از من سوال میکنید که تو روستا چرا خمپاره انداخت؟ یعنی ما داشتیم میزدیم دیگه، هر کی میومد جلومون میزدیم. وقتی پای امنیت نظام در کار باشه دیگه جرم و اتهام و اینا که مهم نیست. آخه شیرینی عدالتشون همین چیزاست. با اینا که نمیشه بحث حقوق بشر و حقوق انسانی کرد. مسئله حقوق بشر، اون چی که مدعیان حقوق انسان در عالم بیان میکنند که خود خصوصا کسانی که در کسوت در واقع بعضی از سازمان‌های بین‌المللی که در جایگاه متهم قرار دارند، نه مدعی حقوق انسان و حقوق بشر ما هستیم و اونها در جایگاه متهمند. آقا پس متهم اصلی از نظر اینا پیدا شد. عفو بین‌الملل، شورای حقوق بشر، آقای گوترز. اگر مدعی حقوق بشر رئیسی باشه شما همه متهم هستید. جهت اطلاعاتون دادگاهتون هم خیلی فوری برگزار میشه. دنبال وکیل نباشید چون حکم از قبل صادر شده. واقعیت اصلی اینه که هر چی جلو میریم به روز حسابرسی و عدالت واقعی نزدیک میشیم. روزی که همه این آمران قتل عام باید در دادگاه‌های مردمی که خیلی هم مفصل و علنی برگزار خواهد شد پاسخ جنایاتشون رو بدن. جنایتی که از همون زمان قضاوت تاریخی دربارش صورت گرفته. به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسن. تنها دلیلی که باعث شده این جک و جونورهای جانی در این شرایط بیرون بریزند تا این جنایت رو سفید سازی کنند ترس از تاثیرگذاری مجاهدین روی جوانانه که میتونه شعله براندازی رو بالا بکشه. تو فکر کنم امثال شما که یه روزی اینها رو تو قالب چریک دیدید و باشون مبارزه کردید یه میخندید فعالیت امروز اینا دیگه. نه نکنید. شما چون روی جوانای ما اثر میگذارن، عامل میگیرن، فعالیت میکنن و ما خودمونم متاسفانه اونقدر زمینه منفی تو جامعه ایجاد کردیم و میکنیم که با اتفاقاتی که داره میفته که جوانا گرایش پیدا کنن. شما این مفاسدی رو که الان آدم میبینه خب بالاخره همه ناراحتن، همه ناراضی‌ان. این گرونی هایی که وجود داره بالاخره تو مردم فشارن. تو فشار خود به خود وقتی که در باغ سبز نشون میدن و تبلیغات میکنن فلان میکنن از این عوامل نارضایتی مردم اینا عضوگیری میکنن دیگه و فعالیت میکنن. باید هوشیار باشیم. باید بدونیم که اینها اونقدر نسبت به ما عناد دارن که توی شرایطی کوتاه نخواهند اومد و نمیان. حرف اصلی همینه. مجاهدین و مقاومت ایران از براندازی شما کوتاه نخواهند اومد و نمیان. روز حسابرسی نزدیکه. شبتون خوش. خدا نگهدار.